خواهر مسلمانم، آیا میدانی حیا چیست؟ خوب گوش کن که حیا چیست. حیا آن است که وقتی در هنگام ضرورت بیرون می روی چشمان خود را به پایان بیندازی. خواهری عزیزم، حیا آن است که وقتی در هنگام ضرورت با نامحرم سخن گفتی صدای خود را نازک نکنی. حیا آن است که در انجام نیکی ها و عبادت پیشه بگیری و تواضع داشته باشی. خواهر گلم، حیا آن است که در نزد نامحرم نخندی. خواهرم، حیا آن است که در فضای مجازی یعنی اینترنت خود را آشکار نکنی. اگر آشکار هم نکردی صحبت مکن، چون که تو میدانی طرف مقابلت پسر است. خواهری عزیزم، حیا آن است که آرایشت را تنها برای شوهری عزیزت بکنی، نه برای غیر از شوهرت. حیا آن است که حرفهای شوهرت در غیر از معصیت برایت مقدمتر از هر چیز دیگر باشد. خواهر گلم، میدانم حجاب داری، نماز هم میخوانی، روزه میگیری، اما شوهرت را راضی میکنی و یا اینکه نه؟ خواهرم، اگر شوهرت از تو راضی باشد خوشا به حال تو، اگر راضی نیست همینک شوهری عزیزت را راضی کن و دعای او را بگیر، چون که در قیامت تو کامیاب خواهی شد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.